سلام، خیلی خوش اومدید به چنل یوتیوب من. امروز معرفی فیلم من ترانه 15 سال دارم و داریم که کاری از رسول صدرعاملی و توی سال 1380 ساخته شده. توی این ویدیو قرار نحوه انتخاب ترانه علیدوستی برای این نقشم بهتون بگم و اگه نمیدونید این کار اولیه که ترانه علیدوستی بازی کرده. توی خلاصه قصه اومده که ترانه دختر 15 ساله‌ای که توی بچگی مادرش رو از دست داده، پدرش زندانه و با مادر بزرگش زندگی میکنه. توی محل کارش چون علاوه بر درس خوندن کارم میکرده، با پسری به اسم امیر آشنا میشه که کم کم به هم علاقه‌مند میشن، ولی خانواده ها مخالف ازدواجن، مخصوصا مادر امیر که نقشش خانم مهتاب نصیرپور بازی میکنه، ولی بعد از اصرارهای امیر به این ازدواج راضی میشه، اما چون دانش آموز بودن مجبور میشن که فعلا یه صیغه بینشون جاری بشه و بعد ازدواج بکنن. اما بعد یه مدتی که ترانه با امیر در ارتباطه، متوجه میشه که آدم زندگی اون نیست و اون فقط با ترانه در ارتباط نیست و با آدمای دیگه هم در ارتباطه. به همین خاطر تصمیم به جدایی میگیره. اما گره اصلی قصه اینجا شروع میشه که ترانه متوجه میشه که از امیر بارداره و اینکه ادامه داستان. اول راجع به نحوه انتخاب ترانه علیدوستی توضیحی بدم که اون موقع توی کارگاه‌های بازیگری امین تارخ بوده و کارگردان فیلم من ترانه 15 سال دارم که همون رسول صدرعاملی بوده، یا آگهی توی روزنامه میدن که متنش این بوده که من ترانه دختر خوبی هستم و 15 سال دارم، اگه همچین کسی رو میشناسید به ما پیشنهاد بدید. که ترانه این روزنامه رو میبینه و پیش امین تارخ میره و اون هم با رسول صدرعاملی تماس میگیره و میگه که ترانه دختر حمید علیدوستیه و ترانه میره اونجا تست میده که اونا نزدیک 80 تا دختر رو دیدن، به مدرسه ها سر زدن و در نهایت ترانه رو واسه اون نقش انتخاب میکنن و ترانه نزدیک به 3 ماه فقط روی لحنش کار کرده، به خاطر اینکه 3 تا لحن متفاوت توی اون کار باید داشته باشه: لحن دوره دانش آموزی، دوره بارداری و دورانی که مادر میشه. یه نکته دیگه این که حبیب رضایی انتخاب بازیگر اون کار بوده و برای اولین بار بوده که این کار رو انجام داده. این کار فقط کار اول ترانه علیدوستی نبوده، بلکه کار اولی که نگار جواهریان هم در عرصه تصویر انجام داده بوده و اینکه اصولا صدرعاملی کارگردانی که بازیگری زن خیلی خوبی رو به سینما معرفی کرده، مثل تناز طباطبایی، پگاه آهنگرانی، نگار جواهریان، ترانه علیدوستی و خیلی بازیگری دیگه مثل سوهان یاستی که الان داره کار میکنه. نکته بعدی راجع به نقش امیره توی این فیلم که میلاد صدرعاملی پسر کارگردان رسول صدرعاملی بازی کرده که خودش هم کارگردانه و فیلم سونامی رو ساخته. یه مستندی هم داشته به نام مستند مساحت زندگی که راجع به پدرش بوده و از بازیگرای فیلم سونامی هم بهرام رادان، مهرداد صدیقیان، رعنا آزادیور و فرشته حسینی بوده. و جالبه که ترانه علیدوستی بعد از سالها توی فیلم اورکا دوباره با مهتاب نصیرپور که همبازیش توی فیلم اولش بوده دوباره همبازی میشه و اینجا هم عکسایی از ترانه علیدوستی میبینیم بعد از گرفتن جوایزی برای فیلم من ترانه 15 سال دارم و اینکه این عکس ها رو خود ترانه علیدوستی توی صفحه اینستاگرامش منتشر کرده. ممنون که ویدیو رو تماشا کردید. حتما ویدیو رو لایک کنید، کامنت بذارید و چنل رو سابسکرایب کنید و به دوستاتون که به فیلم و سریال علاقه‌مند هستن حتما چنل رو پیشنهاد کنید.